مسی میندازه برای نیمار، حرکت از نیمار میتونه تک به تک بشه و دروازه با نیمار. ستون‌نویس مارکا خواسته بود تو رو اخراج کنه از تیم رئال مادرید. در همون لحظه بعد از اینکه از راموس در مسافت دفاعی استفاده کرد، پاس عالی اینیستا تک به تک و توی دروازه. یه گل فوق‌العاده از آندرس اینیستا. فوق‌العاده بود پاس مسی و اینم پای چپ قدرتمند اینیستا. دیماری پاس قشنگ میزنه اونجا، کماکان داره توپو جلو میبره، پاس عالی و این توپ که به بیرون میزنه. دوباره خود دیل میبره به سمت چپ. توی دروازه یک ضربه سر و توی دروازه. گل برای کریم بنزما. سانتر دیماریا، این توپ که کریم بنزما میزنه، دیماریا حرکت سمت چپ محل ارسال توپ، میاد روی دروازه بنزما و توی دروازه. گل دوم رو هم کریم بنزما میزنه و خوشحاله آنچلوتی. چه اشتباهی که ماسکرانو بازم جا میذاره دنی آلوز، سانتر انجام میشه روی دروازه کریم بنزما. بهترین موقعیت به بارسلونا میتونه ضد حملات بره و تلاش کنه برای زدن گل بیشتر. مسی واسه عالی برای نیمار، موقعیت و این توی دروازه. گل دوم برای لیونل مسی و بارسلونا برمیگرده به بازی. نگاه میکنه اینجا مسی از راه میرسه، ضربه به گوشه دروازه میزنه. حالا سانتر انجام میشه روی این ضربه سر. بیل همینجوری توپو جلوی عالی داره حرکت میکنه. بنزما فوتبال مهیجی که در طول ایام نوروز دوستان در شبکه 3 و شبکه ورزش براتون پخش می‌کنم میشه که زیرنویس مرزی میکنه به چه ترتیب هست. حرکت از کریس رونالدو و پنالتی. خطا که بود اومد به حرکت ادامه بده، اینجا خطا کامل بیرون بود. کریس رونالدو در برابر ویکتور والده ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل سوم برای تیم رئال مادرید توسط کریس رونالدو زده میشه. والدز هم خوب رفت سمت توپ. لوپز در درون دروازه توپ میاد به محوطه جریمه. پپه رد میکنه، این شوت با پای چپ. پاس در اون انداخته میشه. نیمار تک به تک پنالتی. سرخیو رون پنالتی، کارت قرمز. بله نگاه کنید چه پاسی میده مسی برای نیمار. مسی یه نگاه میکنه به لوپز، ضربه رو میزنه، نزدیک بود بگیره. 3-3 مساوی. درست در گوشه دروازه. دنی آلوز پشت محوطه جریمه، ضربه از دنی آلوز به تیر دروازه میخوره. اینیستا چقدر قشنگ کار میکنه بازیکن بارسا در محوطه جریمه. آندرس اینیستا بین دو نفر عبور و پنالتی. اعتراض هواداران رئال مادرید و بازیکن‌ها که با هم اینجا. لیونل مسی ضربه رو میزنه و کجا زد توپو. 4-3 به نفع بارسلونا. با هم نگاه کنیم